سلام، بنده مخلص همه شما موشکافم. آقا این روزا ولی فقیه همه نوچه ها و تیزی کشاشو بسیج کرده تا واسه قضیه اشک تمساح بریزن و گریبان چاک بدن. از کانالای تیویریش گرفته تا جمعه بازار ولایت همه سوار شدن رو موج غزه و واسه گر گرفتن آتیش جنگ تو غزه ناخن به هم میزنن. سر همه اینا هم ولی فقیه سرشکسته نظامه که اصل حرفو اینجوری بالا آورده. لذا شما میبینید آمریکا و اروپا و همه مجرمان عالم دست به دست هم دادن که این آتش بس تحمیلی را بر مردم غزه تحمیل کنن برای اینکه او رو نجات بدن. تا الانش هم گیر کرده، بعد از این هم همین خواهد بود. حالا سوال اینجاست که آقا راستی جریان چیه؟ این دراکولاهای عمامه دار با داد و هوار واسه غزه میخوان چی رو اون پشت مشتا پنهون کنن؟ جواب این سوال پیش برا بچه های موشکافه. هوای ولایتو که بزنی اونور تازه میفهمی چه خبره. وندی شرمن گفت ترجیح آمریکا این است که ایران اصلاً غنیسازی نداشته باشد، اما در توافق نهایی حق غنیسازی محدود برای ایرانی ها لحاظ می شود. سرتیم آمریکا توافقنامه‌ای را خوب دانست که فعالیت‌های هسته‌ای تأسیسات نتنز، فوردو و کارخانه آب سنگین عراق محدود کنند. بله، داستان چراغ سبز به اونور آبیاب و زدن جام زهرای بعدی تو رگ عظماست. همون قضیه‌ای که با تمدید مذاکرات اساسی دل و روده عظما رو به هم پیچونده و داد نوچه هاشو در آورده. تمدید دوره مذاکرات اتمی و طولانی شدن آن خطرناک است. باعث تأثیرات جبران ناپذیر بر اقتصاد و مشکلات کشور می شود. دولت به صورت مخفیانه در حال تغییر ساختار تأسیسات اتمی فوردو در جهت تعطیلی آن است. تعطیلی فوردو یکی از خطوط قرمز نظام است. اولاغچی که مثلا تیم مذاکره کننده است، وقتی دید هوا پسه و قضیه لو رفته و دل با پسا رم کردن، یهو پرید وسط معرکه و به تابلوترین صورت ممکن این سکانس دوغکی رو تو تیویریش بازی کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران هر گونه توافق بر سر راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات غنیسازی فوردو را به آمریکا رد کرد. عباس عراقچی در پاسخ به اظهارات وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، درباره دستیابی به توافق در خصوص راکتور عراق و تأسیسات فوردو در کنگره آمریکا تاکید کرد حصول هر گونه توافق در این باره تکذیب می‌شود. چی؟ تکذیب می‌کنی؟ اولاغچی فکر فردا رو هم بکنا. فردا باید بری بشینی فیس تو فیس خانم وندی شرمن دوباره چاکرم مخلصم بکنی ها. لااقل یه چیزی بگو که موقع چرخش مداری جای مانور و این حرفا رو داشته باشی. آقای عراقچی افزود تنها ملاک برای جمهوری اسلامی ایران نیازهای کشور است و در مذاکرات هم فقط بر اساس نیازهای کشور تصمیم گرفته خواهد شد. که اینطور پشت میز مذاکره بر اساس نیازهای نظام تصمیم میگیرید ها؟ منظور از نیازهای نظامم روشنه دیگه، طناب تحریم و گلوی کبود ولایت. دوستان ملاحظه کردید؟ دیدید اون پشت مشتا چه خبره؟ بله، علی گدا با قزه و داد و بیداد میخواد دود استتار بزنه و همین شیلنگ تخته های اتمی رو چیکار کنه؟ مخفی کنه. اما زهرخوری بی سر و صدا جواب نداره عظما. هر کاری کنی صدای قلوبش میاد. موشکافی